La 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 la. دلم تنگ است برای دیدن تو، برای دیدن و خندیدن تو. بیا یک دم به باغ سینه من که دارم حسرت گل چیدن تو. من عاشقت هستم، بی تو دلم تنهای و تنها. من عاشقت هستم، بی تو دلم تنهای و تنها. La na 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 na. تو را از دور میبینم چه حاصل، با پهلویت نمیشینم چه حاصل. درختی حسن تو گلزار کردم، از آن گلها نمیچینم چه حاصل. من عاشقت هستم، بی تو دلم تنهای و تنها. من عاشقت هستم، بی تشکر. موسیقی انسان را توان می‌بخشد، شنونده‌اش را نیرومند می‌سازد. هنگام شنیدن آهنگ، موسیقی، صدا می‌توانیم که دور از غم باشیم. نور ببخشد به حالای ما، امروز ما جلا ببخشد، دوا ببخشد. پس برنامه خاطره ها را منظور شما میگردانیم. با همین مقصد میخواهیم که ضمیر قلب شما را، ضمیر دل شما را گلپاش نماییم. درود دوستان. حالا مجازاً نور خورشید را ما بهر شما نثار میسازیم و خوش آمدید میگوییم گروه شمس را. سلامت باشه. دوستان باید بگویم که این شام یکی از صنعتکاران بسیار مشهور فارسی زبان را ما به خاطر می‌آوریم و سرودهایشان را بازخوانی میکنند. احمد اصلبیکوف، اینچنین غلامشاه سفرف. تشکر میگوییم برایتان. ظاهر هویداست این نفر و ما تصمیم گرفتیم چون این نفر یکی از شخصیت های ماندگار تاریخ می باشند به دفتر خاطراتشان دست زنیم و ورقگردان نماییم کتاب خاطراتشان را. و این سرودی که حالا منظور بیننده گردید از همین نفر بود، از مکتب ماندگار این شخصیت بزرگ، این شخصیت ماندگار تاریخ بود. بله، البته از سرودها از رپرتوار ظاهر هویدا بود که از دوران
کودکی این را میشنیدیم. بعد اون آوازخوان مشهور ما مبارک شاه را هم به طور خود به لحن خودش خواند. بسیار سرود عجایب است. بله. زمزمه عجایب است. بسیار فورم است، آرام است. البته سرودهای ظاهر هویدا همه‌شان سرودهای فورم اسلوب خودش داشت. بله. و شما این شخصیت را از کی میشناسید؟ از دوران پیش، از دوران مکتب خوانی با واسطه رادیو، با واسطه مگنتوفون سرودهای افغانستان را گوش میکردم، افغانی ها را گوش میکردم و ظاهر هویدا بسیار میخواند، بسیار سرودهای بسیار داشت. البته تا به حال میخوانند؟ البته تا به حال هم سرودهاشو بازخوانی میکنند. بله، بسیار نفران تا حال سرودهایشان را میخوانند و چون البته باید هم خیلی باشد، چون که ظاهر هویدا باید همه خوانند. چون بسیار آهنگ های خوب دارند، دلچسب دارند، مشهور دارند و اوج کمالات صنعتشان که به سالهای 60 عصر گذشته راست می آید، به شبه بسیاری از نفران دو عصر می شناسند این نفر را و تا به حال همین گونه یک شخصیتی معروف، شخصیتی مشهور هست که توانسته است محبت مردم را به دست بیارد و همین خیلی ماندگار سازد. از رپرتوار این نفر بسیار سرودها را از خود کرده اید تا به حال؟ اگر از رپرتوار ظاهر هویدا گیریم بسیار سرودها را میخوانیم در توی معرکه ما میخوانیم، در همه جا. حافظای ما هم بسیارشان با همین اسلوب سرود میخوانند و بسیار بقوت بود. ظاهر هویدا هم در آهنگسازی و هم در سخنگویی شعر هم ایجاد میکرد. بله، شاعر نیز بود. شاعر هم نیز بود. میگویند که این نفر در برابر آهنگساز، در برابر آوازخوان و شاعر بودنشان اینچنین یک چند مدت به حیث اکتور یعنی هنرمند فعالیت داشتند و اینچنین یک چند مدت در تلویزیون هندوکش ژورنالیست هم بودند. راوی هم بود در راوی بودند، بله. و از سیاست خوب آگاهی داشتند چون بیشتر کتاب میخواندند درباره سیاست، جامعه شناسی. یعنی یک نفری بودند هم قدمی زمان همیشه و در همین اجرای یک سرود و یا در آفرینش یک آهنگ بسیار کوشش میکردند، هرگز به تیزکاری و یا خطاکاری و یا سهو راه نمیدادند و همیشه میخواستند که یک سرودی پرقوت باشد تا اینکه به دل مردم رفته رسد. حتی خودشان میگویند که یک آهنگم را من زیاده از 3 سال کار کردم، یک تای دیگرش را زیاده از 8 سال. و شما درباره سبک و اسلوبشان چی میگویید؟ البته سبک و اسلوبش بسیار عجایب است. چخیلی که همون صدایی که باس دارد و چخیلی همون صدای باس که با قوت و چیز حفظ است و نافورم است. نیکی ظاهر هویدا چخیلی همون باس فورم کرده است، چخیلی کارکرد کرده است، چخیلی وای با دل مخلص و جو برای من شخصا وای بسیار هم شیرین میخواند. اگر نه باس اینقدر شیرین چی نیست، کمی گوشخراش است. گوشخراش نه که ظاهر هویدا همین قدر میسرد، همین قدر شیرین میسرد، همین گفتنی ندارم. بسیار عاشق همون صداش شدیم. و نفرانی که شما گفتید تا به امروز پیروی میکنند، سرودهایشان را بازخوانی مینمایند، به فکر شما تا به امروز بارها گوش کردید یگان مانندی شباهت دارد و یا تنها همون موسیقیش مانند است؟ اکنون کپی کردن هم اونقدر چیز نیست، خوب نیست. انا بگیریم شادرام مبارک شاه سرودهاشو میخواند، از ظاهر هویدا به طور خودش میخواند، با شیرینی خودش میخواند. ظاهر هویدا گوش میکنی راحت میبری، مبارک شاه هم گوش میکنی راحت میبری. مبارک شاه دلیر آهنگاش تکمیل کردند، زمانوی کردند، برقی کردند. همون سرود همون خیلی قالب همون قالب نه که به طور خودش مبارک شاه با لحن خودش داشت. خوشو خوند. نه که ظاهر هویدا با خیبان تاجدین محیدین خدا رحمتی هم سروداش هم میخوند به طور خودش با صداش قطعی رنگی ظاهر هویدا بود، بس به طور خودش شروع کرده. و به این چیز شما نگاهی نیک دارید؟ نگاهی نیک البته این سرودا باید خوانده شوند و این باید خیلی اکنون احترام میکنیم که است سرود آهنگ است که است باید احترام کنیم که
باید قید نماییم. باید قید نماییم که این سرود از مالی کیست و مالی چی و خواندن میگیره. و شما در اجرا چگونه میسرایید؟ به طور خود و یا عیناً هم؟ اکنون من در زایر وایدو من آوازم دیگه خیلی زایر وایدو دیگه خیلی من از جهت آهنگ. از جهت آهنگ من با کوشش میکردم با لحن مبارک شاه خواندن. سرودای زایر وایدو مبارک شاه خیلی وقت دوام میدادم اون سروداری دوام داده ایستادم. خب سپاس. و امروز باز در برابر سرود اول کدام سرودها بازخوانی میشود؟ البته ما 3-4 سرود هم تیار کردیم برای مخصوص برای این برنامه. غلام شاه سفرов هم یک سرود تیار کرد میخواند. آهوز تو هماخت آهوز تو هماخت با هنگام دویدن رام کردن و استادن و پس نگریستن پروانه زمن شام زمن گل زمن آموخ پروانه زمن شام زمن گل زمن آموخ افروختن و سوختن و جام دریدن گل از رخت آموخته گل از رخت آموخته نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموخته بلبل ز تو آموخته شیر سخنی را سخنی را سخنی را تو آموخت هر کس که لبی لال تو را دید با دل گفت هر کس که لبی لال تو را هر کس که لبی لال تو را دید با دل گفت حقا که چی خوش کنده حقیقه یمنی را یمنی را یمنی را گل از رخت آموخته گل از رخت آموخته نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموخته ازل دختر بر قامت زیبا حیات ازل دختر حیات ازل دختر بر قامت زیبا
بر قد تو این جامعه سبز چمنی را چمنی را چمنی را گل از رخت آموخته نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموخته شیرین سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو آموخته. سلامت باشید. سپاس. اگر خوب نظر اندازیم هر یگان صنعتکاران، هر یگان آوازخوانانی که بازخوانی میکنند سرودهای ظاهر هویدا را همین گونه با فراغت، با راحت سرود میخوانند و به اختیار شنونده نیز به یک دنیای خوب وارد میشود، راحت میکند، استراحت میکند و امروز برنامه ما نیز میتواند یک فراغتی باشد بهر تماشابینان. و این استاد صنعت موسیقی سال 1946 تولید یافتند و همه شده 10 سال پیش وفات کردند و خوب میشناسند همگان از روی کسبیتشان، زیرا نفری بودند که همیشه پای جستجو، بسیار دانشمند، بسیار ذکی و نکته سنج، نه هر گونه شعرها را میپسندید، بسیار شعرهای والا را پیدا میکرد و کوشش مینمود که آهنگ ببندد. در انستیتوت موسیقی شهر مسکو به نام چایکوفسکی طول 3 سال میگوید که دانش انداختم از بسیار استادانی که نامی بودند، مشهور بودند، توانستم که چیزی خوبی بیاموزم و اینچنین از دانشکده مکسیم گورکی نیز بسیار چیزها را آموختم، در آنجا نیز تحصیل کردم میگویند. با فکر شما که از سیر و اسرار موفق شوی اینقدر شهرتمند گردیدنشان در همین باشد؟ البته در دوره شوروی در مسکو هم مکتب خوانده است. من از استاد غالب اسلاموف که یک جو در همون وقتا در ویگیک خواندگی هم صحبت هم شدگی با بسیار نقل میکرد که بسیار آدم زیرک بود، آدم کنجکاو بود و در سرودهایش معلوم است که استیلی که اوپر ندارد هست، اما استیل اوپراگی. یکی از آموزگارانشان بسیار خوب در خاطرشان مانده است، کلاودیا اندریونا میگویند که در آفریقا و آمریکا حتی درس گفتند این نفر. ممکن است. و البته اوپراگی که میخوند یا وقت در اوپرا بالت هم کار میکردم، اکای عثمان علی نظرов با اصول زور وایداگی میخواند، پیروی میکند رنگی که زور وایدا میخواند. خیلی بسیار هستند هوسکاران ما که زور وایدایی میخوانند و بسیار نغزم میخوانند. و چون این نفر گفتیم به حیث راوی بسیار فعالیت داشتند، در شبکه اینترنتی برنامه های زیادی مانده است، تماشا کردیم، معلوم میگردد که از روی سخنگویشان یک رنگی را نمیپسندیدند و در ایجاد هم گوناگون رنگ هستند، بله، در خصوصا ایجاد موسیقی آهنگ های سرودهایش بسیار است، بسیار شکل و بسیار چی دارد و ما هم اونقدر فرصت نشد که همه آهنگ را از نظر گذرانیم. دو روز قطعی غلامشوی و ملک و فراموز جمع شدیم، گفتیم که برای این برنامه چیکار کنیم، ما چی داریم در دلمون از ظاهر وایدو. بعد سر کردیم همه سرود به حساب، گفتیم خیلی به حساب نمیشه، برای ما مهلت است که چند سرود خواندن در کار. بعد به طور خودمون رپتیسیون کرده، جمع کرده، من 2-3 سرود تمرین کرده 2-3 سرود برای شما، برای مخلصان، برای تماشاگران تلویزیون سفینه آوردیم. که و سرود نوبتی چی نام داره؟ فرشته به مثل تو آدم ندیدم. این رو در تویو میخوندند پیش، نقراتش همین آهنگ ختم میرود، بعد اوجش دیگه خیر ظاهر وایدو میخوند. ما هم خیلی بخونیم با تماشابینان، هم خیلی باید نشان دهیم، خیلی یعنی همان گونه که ظاهر وایدو خوانده بود زمانه.
فرشته با مثل تو آدم ندیده، فرشته با مثل تو آدم ندیده، با رخ مثل برگ گل با آن دو دیده، سنبل در کجا بود زلفی خمیده، جان من از فراق تو بلب رسیده، بازو بیا قدم بده با هر دو دیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده. چو من سوزی غمت جانی کسی نمی سوزه، که عشق خرمنی علی هوس نمی سوزه، زی بس که داغ تو دارم چو لاله بر دل خویش، دلم با حال دل هیچ کس نمی سوزه، فرشته با مثل تو آدم ندیدم، فرشته با مثل تو آدم ندیدم، با رخ مثل برگ گل با آن دو دیده، سنبل در کجا بود زلفی خمیده، جان من از فراق تو با هر دو دیده، بازو بیا قدم بده بر دو دیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده. ای جلوه براشیان سوست دارد، ای روشن شب شب افروز دارد، زان روز که دیدمت شب خوابم نیست، ای کاش ندیده بودم آن روز تو، فرشته با مثل تو آدم ندیده، فرشته با مثل تو آدم ندیده، با رخ مثل برگ گل با آن دو دیده، سنبل تر کجا بود زلفی خمیده، جان من از فراق تو بلب رسیده، بازو بیا قدم بده با هر دو دیده، جان بلبم رسیده، 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 جان بلبم رسیده. سلامت باشید. تشکر. رحمت کنید. خیلی قید کردید این مرد زیرک و کنجکاو سال 1997 نخستین شده قانون فرهنگی صنعتکاران را در افغانستان جاری کردند. یعنی پس از جاری شدن این قانون نفر حقوق بپرسش خواندن سرودی کسی را نداشت.
و این از روی فرهنگ، از روی مدنیت آن زمان علاقه من بود. و این را ببینید که این مرد همقدم زمان همیشه کوشش میکرد که آهنگ‌های بسیار خوب را بسازد، آفرد و بالای آهنگ‌هایش بسیار کار میکرد. حتی او را باره پرسیدند که چرا اینقدر آهنگ کم میآفری، یعنی آهنگ‌هایت خوب است ولی بسیار نیست. میگوید که من بالای آهنگ‌هایم کار میکنم. از همین سبب هم مکتبش به جرم است. آهنگ ساختنم هر روز میسر نمی شود و به هر کس هم میسر نمی شود. این هم یک الهام است، الهام الهی است که می بیاید، کی می بیاید این معلوم نیست، نه که می بیاید، به هر یک کس هم نمی بیاید البته. و شما از رپرتوار این نفر در برابر آن که بازخوانی میکنید چرا برای خود گرفتید؟ گفتید که آوازش دیگرگونه است و آهنگهایش هم. البته آوازش با آهنگ چنان با مزه و با گوش شنوا کردگی است که این به هر کس میسر هم نمیشد. برای گوش کردن ظاهر اویدا، بعد از گوش کردن برای خودم گوش کردن ظاهر اویدا، الهام آهنگ سازی برای من به وجود میاد. این از تازه کاریش شاید درک دهد. شاید بسیار هم نازک، هم برای شعر فهمیش هم برای آواز خوانیش هم برای طرز اسلوب خواندنش هم برای خاراکترش هم خیلی آدم است. یعنی تاثیر میکند به شما. البته شخصیت جدی و باوقار نیست بودن. درست است. و در دوام عمر پربرکت خود این نفر همه شده 2 سرود از احمد ظاهر بازخوانی کردند و 2 سرود دیگر باشد از مشهور جمال. خودشان قید می نمایند و کم این گونه نفران یافت می شوند در صحنه هنر، صحنه موسیقی که تنها با آهنگ خود به پیش برود، قدم زند. گفتید که وقتی سرودهای نفر را بازخوانی میکنم الهام آهنگ آفریدن پیدا می شود. در پیرویشان یگان آهنگ آفریده و یا عموما خود را پیرو حس میکنید؟ پیرو اکنون نمیتونم گفتن، چون که من اسلوب و استیل دیگه خودم دارم، ولی که همه را گوش میکنیم. همون ظاهر اویدا یکی از همون تلاهایی است که برای من پسند است. دوران کودکی وقتی که مگنتوفون ضبط میکردن، ظاهر اویدا ضبط میکردن و گوش میکردم، چه خیلی اکاردیون بسیار استفاده میبرد ظاهر اویدا. با چه شیرین مینواخت، چه خیلی استفاده میبرد. یعنی آهنگش چه خیلی پیانین استفاده میبرد. نه هر وقت. یا که چه خیلی تبلی میگویم، تبلی افغانی. و شقشقه هم استفاده میبرد، چه شقشقه صدا میکنه، چه خیلی عجایب بود و بسیار صنعتکار بزرگ بود. و شما از جهت آهنگ یعنی بیشتر پسند بود و از جهت آهنگ خوبتر به دل شما جای گرفته از راه یافته. در آخر باشد با سرود صبح دمید و روز شد ما برنامه را جنبست میکنیم میخواد؟ البته ما تیاریم. تشکر. بسیار خوشحالم که امروز شما را روبروی خویش دیدیم. بسیار خوشحالم که امروز در واقع نور بخشیده توانستید با آمدنتان. سلامت باشید. رحمتی کنم. خوش آمدید بار دیگر. رحمت. دوستان همان گونه که گفتیم حالا با پیشنهاد سرود آخران که نام دارد صبح دمید و روز شد ما برنامه خاطره ها را جنبست میکنیم. برایتان یک شامی با فراغت، یک شامی خاطرمان را تمنا داریم. مرحمت. صبح دمید و روز شد یار شبین خانه روی سحر شود سیاه یار با این بهانه یار با این بهانه یار با این بهانه
شب که پس از 1000 روز هم بود رشک مهر ما شیشه به دست و گل بسر آمده بود عذر خواه آسیدی شب نرفته بود هم نفسان چی گویم گشته بروی بزمیش گشته بروی بزمیش ناله مرغی سرگاه صبحی دمید و روز شد یار شبی نخانه روی سحر شود سیاه یار به این بهانه یار به این بهانه یار به این بهانه la 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 شب که پس از 1000 روز آن بود رشک مهر ما شیشه به دست گل بسر آمده بود عذر خواه حاسد شب نرفته بود هم نفسان چی گویم گشته بروی بزمیش گشته بروی بزمیش ناله مرغ صبحگاه صبح دمید و روز شد یار شبی نخانه رفت روی سحر شود سیاه یار به این بهانه رفت 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 یار به این بهانه